توی نرم افزار رویت خیلی راحت ما میتونیم دیوار ترسیم کنیم. کافیه که از سربرگ آرکیتکچر یعنی این قسمت وال رو انتخاب کنیم. میریم دیوارهای 20 سانتی و 10 سانتی داخل پروژه رو میسازیم. دوپلیکیت میگیریم و اینجا یک نامی رو براش در نظر میگیریم. مثلا وال 20 سانتی متری اسمشو میذارم. اوکی رو میزنم و از این قسمت میام همون 2/10 رو تاییدش میکنم. این یک دیوار ساخته شد. بریم دیوارهای داخلی که 10 سانتی هستن رو انتخابش کنیم. ادیت تایپ رو میزنیم و مجدد دوپلیکیت میگیریم و وال 10 سانتی متری اینجا یادداشت میکنم و اوکی رو میزنم. از قسمت استراکچر و اینجا 1/10 رو توی قسمت تیکنس میذارم، تاییدش میکنم. حالا من تو لیست دیوارهای خودم دیوار 10 و 20 رو دیگه دارم. کافی که دیوار 20 رو انتخاب کنم و دور تا دور زمین خودم یک حصاری ترسیم کنم. زیربنای حتی پروژه رو این مدلی میتونی طراحی کنی و مدل سازی کنی. خیلی راحت هم ابعاد اندازه میگیرم. مثلا یک زمین 10x10 رو شما به این صورت توی رویت میتونی داشته باشی. حالا دیوارهای داخلی رو که وال 10 سانتی متری اسمشو گذاشتیم انتخاب میکنم و اینجا توی پروژه میبینی که بدون نیازی به تریم اکستند کردن دیوارها ترسیم میشن. در واقع ما توی رویت هدفمون تمام انرژیمون صرف طراحی و مدل سازی میشه، نه کار با ابزارهای پیچیده و هی تریم اکستند کردن هایی که قبلا تو اتوکد انجام میشد.